شبنامه نوشتم بر شهریار توسی، بگذار پیش رستم سهراب زنده باشد. سبز است تا بخارا از گریه زرافشان، در دامن دوشنبه وردا زنده باشد. من مثلا هنرمند مردمی تاجیکستان خاصیت زرافشانی را دعوت میکنم که آواز ترانه های محفل ما از اون کس باشد. ما می نشینیم اینجا. مهران جان، شما اینجا هستید؟ مهران جان گرداننده محفل ما از کجا خواهش میکنم شما مرحمت کنید روی خط دیدید که امروز سخن میگوید. مرحمت برای خاصیت زرافشانی از تفکری کنم. خوش آمدید. محفل همایون تشکر آبا حیات جفت نسیدون سورا به جفت کنم. سلام علیکم. Hey,
در اپرا و بالت شهر دوشنبه. تشکر میکنم.
اولین کتاب مرا در تاجیکستان خاصیت نشر کردن با ترانه هاشان. اسمش خاصیت است. دوستان عزیز، من اینجا با روی صحنه دو استاد شعر تاجیک را دعوت میکنم. استادان عزیز، شاعران خلقی تاجیکستان، استاد اسکر حکیم که کفکوی شما و استاد محمد بایی، هر دوتان مرحمت روی صحنه. من اینجا نگاه میکنم مهرانه جان روی خط آورد، روی خط آنهایی که میخواهند سخن بگویند و همشان جوانان، نوجوانانی که شعر میگویند. من خواستم که استاد ببخشید که کمک می‌کنید. تشکر. استاد اینجا به پیشکی بگیر. تشکر. من یک چی خواستم. مرحمت استاد جان. مرحمت. استاد جان، من پیش از اون که شما و عزیزان ما شعر بخوانید و هر چیزی بخواهید بگویید، من خواهش میکنم که همین دو کتابی که در ایران نشر شده است، یکیش کتاب ستار، کتاب فرزانگوچینی غزلیات فرزانه بودندی و کتاب به بهانه بهاران، نشر دویمش کتاب شعرهای بنده. همین همچون برنامه میخوام شما یک تیشه به دستتون بگیرید، استاد اسکر حکیم هم یک تیشه به دست بگیرن همچون برنامه. این هر دو کتاب هم با پیشسخن شاهآمد جان ما، شاهآمد اینجا هست، شاهآمد جان ما برنامه میخواه باشد و ما برای شما هم هدیه میکنیم این کتاب و دعا هم برای شاهآمد جان میکنیم و شهنواز جان من هم اینجا هست. شهنواز هم هست، شهنواز هم شامل بکنیم. پدرم اینجا اومدم، پدرم هم هست، اکثرت شامل ریش کبار خیرینیسا یوسفی همه که شما بیان نوریدین جان از خوجند آمدن از سلمان کیان جان و دیگر نبیره هم آمدن. مسعود جان اینجا هست، دیگر همه که شما زنده باشید. استاد جان مرحوم، اول شما. دوستان عزیز، امروز فرح بخشترین روز است برای همه مردم تاجیک و تاجیکستان و همچنین همه فارسی زبان ها و دری زبان ها، زیرا بنده میبینم که این تالار پرآپور است و این علامت آن است که اگر شعر اصیل است، شاعر اصیل است، همیشه و در همه جا خواننده و مخلص دارد. حالا دوستان عزیز، این دوست من آذرش تماما بداهتاً صحبت کرده ایستادن، به من هم بداهتاً سخن دادن که من خب خودم به اینکه به زور رسیدم. تنها اگر به دو حرف گویم، کوچه های مرکز بند بود، من قریب 1 ساعت اطراف شهر گشتم تا برسانیم. تمام دانشمندان بیرون میرفتن، کارمندان اکادمی علوم تاجیکستان. من تمام شد چی مجلس همتان رفته ایستاده؟ گفتم که جای نیست. گفتم من چیکار کنم؟ گفتن که از این طرف نگید، شاید برای شما جای یابم. بنابراین این هم علامت آن است که ببینید به چه اندازه خب هر دوی این شاعر محبوبیت بی‌نظیر در دل ما و شما و تمام فارسی زبان ها رو در این زبان ها دارن. آفرین. دوستان عزیز، من در اینجا تنها یک شعر میخوانم بخشیده به
فرزانه جون بین البته با درخشم هست، من با هر دو اینا شعر دارم، اما از بس که بیشتر نگفته بوده من آماده شده نتوانستم. صحبت سر این است که سالهای 80 عصر گذشته در خوجند یک حرکتی سر شد برای برگرداندن نام خوجند به اون شهر قدیم. اون وقت لنین آباد نام داشت و در شعرهای فرزانه عزیز درباره خوجند، قدمت این نام و درباره کمال خوجند همیشه اشاره ها می شد و بعد اون وقت سردبیر ادبیات و صنعت بودم 7 بار و مقاله ها چاپ میکردیم از خوجند با دعوت آن که نام خوجند به لنین آباد اون وقت برگردانده شود. یک وقت از نام وکیلان مجلس شهر خوجند یعنی دیپوتات‌های شهر و کمیته مرکزی KPSS کمیته مرکزی پارتی کمونیست تاجیکستان عریضه آمد که هفتوار ادبیات صنعت که محرر سردبیرش اسکر حکیم است در همین مسائل مقاله ها چاپ میکند. این خامین و وطن فروش است و باید جزا داده شود. خب و تصور نکنید که به همین مکتوب همه وکیلان شهر خوجند رای دادند و بعد از چند روز که از همون وکیلان که آدمی سالخورده بود و از کشاورزی دوری بنده هم بود دوشنبه آمد و من در مهمانی او را دیدم و او مرا نصیحت میکرد که شما را ما درست می‌داریم افتخار ما این حرفای بسیاری و میگفت که چرا با این کارها مشغول نشوید به این چیزها. من در دلم میگفتم که خب تو من درست داره که در بین همه مردم نتوانست اقلا دستت نبرداری. خب من به این چیز بسیار علم کرد و من همه شب رفتم دو شعر نوشتم، یکیش درود به فرزانه و یکی دیگرش قصه خوجند بود و حالا به اجازه شما همه شعر خونم وقت هست. خب درود به فرزانه. اگر اون وقت علم من از شهر خیلی زیاد بود، حالا بقیل گپا از من فرو نشسته است که هر حال این شعر همون سال هاست. این خاک کهن قدرت خود کرد ویدا تا فردی تو فرزانه آورد و پیدا. چون گویمت آخر که منم صدقت جان از بس نتوان بود و خود عاشق و شیدا. بینم تو یکی موج روانی و مهینی دانم و سخن معجزه‌کاری و متینی. یابم که دلت صاف چو آینه سیر است با این دل صافت اثری داغ نبینی. کی زاده کوهسار همه کوهنورد است، کی چشمه خورشید به هر سینه سرد است. گر نوعی بشر زاده عشق است و گناه است، شاعر ز ازل زاده درد است که درد است. ای خواهر شیرین تو به من جان عزیزی، با نرمی این دل و بدی چون بستیزی با بیبند و کمنده و با اشعار بلند جایی همه مردان دیارم تو بخیزی. در جان دلت در دو همی خواب دو چند است که امروز به دنیا نه کمال و نه خوجند است. داها و شهرش و چنین شاهدی یکتا یک سنگ نباشد مگر این بختی بلند است. آنان که به آوازدهی‌اند یک آواز چه دارند که گنگند از آغاز. هر حرف که گویم بگو
بعد بگویم با این همه باشند مگر مردمی باز. آنان که تو را جای همان مرد ندانند، مردیگری خود به وطن کرده نتوانند. آن غاف و گزافی که زنند از پی نفس است، وجدان به کجا در غم نان و غم جانم. از بند دل من الم و درد بخیزد، چون بیغم فردای وطن فرد بخیزد. زین خاک که برخاست چنین دختر بیباک، باشد که فقط باز یکی مرد بخیزد. تشکر. وقتی که شاعرای محبوب آنجا دیرتر اومد، همه منتظری خوشحالانه داشتن. در بسیار جا انسان‌ها بی‌ضابطه می‌شوند، لیکن برای کس همه خوشحال بدهی می‌آید. راستی کسی که زحمت بسیار می‌کشد، جان می‌کند، برای رسوخی خلق و ملت خون جگر می‌شود، البته او را قدر می‌کند. خواهیم نخواهیم در این روزنامه‌اش را به نیکی به یاد می‌آورم، به زبان می‌گیرم و امروز هم همیشه حالت شد. شعر خودش گواه حال است، حالنامه شاعر است، ایجادکار است و به معرفیم به یگان ترغیباتم از جای به جای می‌رود، از کشور به کشور می‌رود و نام گوینده اش را غریب می‌کند. یعنی شهرت دیگر می‌باشد که در دیگر جای می‌بینند. آن روز نواره‌شان را در محفل ایران تماشا کردیم، یک افتخار دیگر پیدا می‌شود. وقتی که همدیار اینقدر حرمت می‌کنند، اینقدر شعر می‌گوید. از چاه ناامیدی امداد می‌بارد، از چاه ناامیدی امداد می‌بارد، محبوس و از محبس آزاد می‌بارد. دانا حساب کارش به آب و برق یابد، دانا حساب کارش به آب و برق یابد، جبران آسیابش از باد می‌برد. دست هنر تواناست از هیچ هرچ پیداست، دست هنر تواناست از هیچ هرچی پیداست، از مغز جان آهن فولاد می‌برد. این دو هنرمند، این هم قسمتان واقعا در راه ادبیات یک مسافر زحمتکشند و با خون دل با سبزی در دورها ایجاد میکنند و البته این تاثیر میکنند در عمر و بیماری میبرد و خستگی میبرد، لیکن ثمر خوب دارد. حالا ثمرش معلوم است در هر دره، در هر خانه و در هر قدم که صاحب نام جاودان میشوند. فرزانه بسیار در شعر گیرومان خوب دارد. هر چیزی که نویسد یک پهلوی دیگرشان می‌یابد، یک شیرینی دیگر می‌یابد، یک آهنگی دیگر می‌یابد، زیرا که مطالعه بسیار دارد. معلوم می‌شود از هر بیت، از هر مصرع، از هر رباعی گپ‌های گفته را هم تابشی دیگر داده، نو می‌کند که این هنری بلند است. آذرخش هم بهترین سرودها را می‌آفرد که در یگان روزنگان سراینده هم در نمی‌ماند. البته این موشکافی، این دریافت‌ها کاری آسان نیست،
تمام عمل خدا به این میبخشه که از صاحب یک بیت خاتمان و یک غزل نشویم. حالا هم ما با این ایجادیات ها بسیار وقت همتون از نظر خودمان صدقاً بها داده نمیتونیم، چون که با قدیم شاعر و آفرنده و که محیط خود را میداند در کدام حالت چی گفته از خودش میداند، خلوتش خدا. شاعر را همچون یک شهروند یک انسان میشناسیم، لیکن مقصد او را مرامی او را چی میگوید خودش میداند. چه خاطره هم سسیده است. میوه های باغ ما را بعد ما جمع آورد. میوه های باغ ما را بعد ما جمع آورند، بس که در باغ سخن نخل قلم پروریم. زندگی باشد، شاعری باشد عزیزان، جانکنی امرباد. زندگی و مرگ خود ما با هم بپروریم. زنده باشید، دستتان دراز باز فهمی شد، باز دیگر اجازهای نوشتیم و من کتاب های خیلی که نو چاپ شده بودن پیشتر و دستش دادم. در آنجا یک تسلینامه من درباره همون روز ناخوش مرگ فرزند همونجا یک مرثیه دارم که بخوانم که همین عذاب شاعری بس نبود که با عذاب دیگری از زندگی برای نایار شد. همونجا سخنهای خدا گفتم میخواهم که تمنا دارم از خدا ظالم کم گرد دستی که اون روی غم نبینید، همیشه حشتان به ایجادات باشد و نوشتن باشد و خاطری ما رو با سخن شاد کنید. تشکر از استاد برای کتاب‌ها، تشکر. استاد شما همیشه رهتان اگر بند باشد مانند امروز باشد که مهمان‌ها بیاید به تاجیکستان و رای گلفروشی رفتن نتونه پول در گیستان کنید. زنده باشید. شما زنده باشید. تشکر. بام‌ها پست و بلند افتاده دیدم بام. بام‌ها پست و بلند افتاده دیدم بام. نام‌ها پیش قفا ایستاده دیدم نام. هیچ کس از سرنوشت خویش بیرون پا نماند. هر سری را بر سر یک جاده دیدم رام. چاهکن در زیر چاه و راهزن در روی راه، دام افکن را به دام افتاده دیدم دام. میوه های پخته میریزند به باد خزان، غوره های را خزان خاده دیدم خام. کام برداران به شادی کام برداشتند، کام های را ولی غم باده دیدم کام ها رخش از لاف های لام گویان غم مخور، دفتر شعر تو را بگشاده دیدم لام. سپاس. نوبت به علیشیر قناعتزاده با کفکوبی شما مرحمت میکنم. کفکوبی شما
از دو راهی دنیا هم تو می روی هم من، رو به سوی آن یکتا هم تو می روی هم من. تاج ما زری گل بود، کلک ما پری گل بود، همچو غنچه افشا هم تو می روی هم من. دی نماند آذر هم، صبح و شام پرپر هم، ای بهار گلسیما هم تو می روی هم من. کو مجالی نگفتن، جان به حلقه بین خفتن، چون خط آید از بالا هم تو می روی هم من. از من و تو هم آخر ذره نکویی بود، یادگاره فردا هم تو می روی هم من. پس همین دم احیا شو، عشق شو، تمنا شو، پس دیگر نگو اصلا هم تو می روی هم من. حالا برادری ارجمندمان علیشیر جان شعری مادر خواندند و گفتند که از سینه چاکی من بیمار شوی افتد یا خود به خاکستر.
بیمار نشود مادر. اگر در آلمان یا ژاپن یا فلسطین یا یگان جای دنیا نوجوانکی درگذرد، دل مادرها داغ جاویدان می‌بینند. چه جای آن که باز فرزند خودشان را از دست دهند. اصلا جان مادر در وجود خودش نیست، جان مادر بیرون از خودش در وجود فرزندان است و هر کی فرزندش یک اندک دردی ببیند و یک اندک غبار او را میرسد، جان مادرها هر لحظه میلرزد، هر لحظه نگرانی میکشد و ما هم البته به همین حال گرفتار شدیم و در این حال رنجوری همه شما همیشه پرسنده حال ما بودید و حکیم نظامی میگوید که هزاران بحر می خوردن بود یار، یکی را بحر غم خوردن نگهدار. شما یاری همه لحظات ما بودید، هم سرور ما و هم درد ما و هم نشاط ما و هم غم ما و پیاپی برای ما زنگ میزدید. خیال میکنم که در همین تالار همه آن عزیزانی که همیشه جانشان به جان ما هر لحظه پیوند بود حضور دارند. معلمه عزیز بابا نظر و آیلی بابانو همه جا به نظرم هستند، از اینجا نمی نمایند. پیوسته میپرسیدند و میگفتند که معلم جان خوش آمدید و پیوسته میپرسیدند و میگفتند که تو از میان سقر بیرون آمدی، از میان دهشت دوزخ انشاءالله از اعراف هم بیرون بیایی و مفتون جان شیرین ما گلهای زیباترین عالم را به تهران میفرستادند. مفتون جان اینجا هستید یا نه؟ مفتون جان شاگرد ما، فرزند عزیز ما، خودشان سخت بلندی هستند. سلامت باشید و خیر نسای عزیز، سگور جان ناصیر شما همینجا هستید و همه شما یکایک بسیار تشکر میگویم، عرض سپاس میکنم و خواهر دلبند ما خیر نسا پیوسته از حال ما پرساندند. از نام تمام خویشان